زنان گرامی، با من یک جا در این درگاه سپهسالار اسلام به دربار خداوند دست بلند بکنه که یا الهی همان طوری که تو بزرگی، یک جا با من بگوید همه تان با یک صدا الله اکبر. الهی تو بزرگی، با جلالت، با شکوهت، با رحم و کرمت، به خاطر رسول مقبولت صلی الله علیه و آله و سلم، به خاطر شیر خودت، شیر خدا حضرت علی کرم الله وجهه، سالی که در پیش روز سال صلح باشد، سال آشتی ملی باشد، آشتی با برادران مسلمان باشد، سال عودت آوارگانی که در مهاجرت قرار دارند با ابرومندی و عزت به وطن باشد. همه تان بگوید آمین یا رب العالمین. یا الهی تو بر ما رحم و کرم نما، و ما توان ببخشا. علی کرم الله تاریخ اسلام کمر ما را، دوستان ما را، برادران ما را ببند که ما در امر تحقق آیه مبارکه انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم و تحقق امر خداوندی و صلح خیر و موفقیت نائل آییم. همه تان بگوید آمین یا رب العالمین. یا الهی و جلالت و بزرگیت، دیگر در افغانستان آسمان کبود صلح بر فراز ما قرار داشته باشند. دیگر آه و زجه و ناله و فریاد بیوزنان و پیش سفیدان و مادران هر دم شهید ما با آسمان بلند نشود. بگذار به جای اشکهای چشمان یتیمان و اطفال و کودکان معصوم ما دیگر خنده ها همیشه بر لبهایشان دائم و قائم باشد. همه تان بگوید آمین یا رب العالمین. الهی تو همان کن که انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. همه تان بگوید آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم.